بیخیال اسکوید گیم شو، سریال آلیس در سرزمین مرزی کابوس مطلقه. از اونجایی که بعد از فصل دوم اسکوید گیم سریال آلیس در سرزمین مرزی خیلی ترند شد، 2 فصلش رو تو یه روز و نیم دیدم و این نظر منه. بازی‌های محدود و البته بچگونه اسکوید گیم کجا؟ تنوع به شدت زیاد بازی‌ها و معماهای دیوونه کننده آلیس کجا؟ داستان تقریبا یک نواخت اسکوید گیم کجا؟ هر لحظه سورپرایز و شگفتی تو داستان آلیس کجا؟ درگیر شدم با 2-3 تا از شخصیت‌های اسکوید گیم کجا؟ همراه شدم با داستان زندگی هر شخصیتی که تو آلیس می‌بینین کجا؟ داستانش مربوط به این پسر به اسم آریسوه. اون خیلی اتفاقی با 2 تا از رفیقاش وارد یه دنیای موازی میشه. تو این دنیا واسه زنده موندن باید بازی کنی، اما نه بازی‌های ساده بچگونه، بازی‌هایی که کوچکترین اشتباه رو تبدیل به آخرین اشتباه زندگیشون میکنن. اینقدر تنوع بازی‌ها و شخصیت‌های این سریال زیاده که یهو خودتو غرق شده تو عمق داستان این سریال پیدا می‌کنی. واسه راحتی شما دوبله زیرنویس رو بدون سانسور فیلم رو آماده کردم که با کامنت کردن کلمه فیلم همش واسهتون ارسال میشه.